میگم شما سوی من نباشم پرانده گفتم من همین خاصیت شیرالیeva از زمره آنهایی است که سالها باز منتظر مجازات عاملان مرگ شوهرش است. شوهر او مرادالله شیرالیزاده 28 سال قبل 5 می سال 1992 در نزد بینای کنونی پارلمان تاجیکستان به قتل رسانیده شد. او از اولین ژورنالیستان قربانی جنگ شهروندی گفته می شود. شیرالیزاده نخستین سرمحرر روزنامه صدای مردم و دپوتات خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بود. به نقصی همتا خیلی خواست من رفتم ایروز باید دارم گفت سیسیه من گفتم برای کار گفتم روح سفید گفتم همین برو مدن و بچم همین دلم جوه زد. سحری شد که بچم در تختش گفتم خیره شده شد برو مد رفت گشت اومد او چجا تیجیق سسودیم برو. از مرادالله شیرالیزاده 4 پسر مانده است. یک نفرش مهاجر مهنتی، یک پسر دیگرش زندگی الوهیده دارد و 2 نفر از فرزندان همراه مادرشان به سر میبرند. بعضی مسئولان نهادهای حکومتی با نشر مطلب‌های قتل مرادالله شیرالیزاده را کار دست حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نامیدند، ولی رهبریت این حزب چنین اتهامات را به اساس می‌داند. پیوندان مرادالله شیرالیزاده یگانه خانواده نیست که درباره مرگ او تا هنوز با پرسش‌های خود پاسخ نیافتند. ژورنالیست خوشوقت‌شاه مبارکشایف از قربانیان دیگر سالهای جنگ شهروندی گفته می شود که به قول پیوندانش با وجود تلاش‌ها حتی نتوانستند جسد او را پیدا کنند. من تمام اینجا آدمای بیگانه آدمای و میگد من همشون قد کار کردگی من همه ملت من جوره دارم من نمیرم یک اونجا مرا هیچ کار کردن نمیتونم. بعد چی شد؟ خیلی ما رفتیم بعد یک ماه خبری مردشون اومد. خوشوقت‌شاه مبارکشایف در تلویزیون تاجیکستان و گازیته صدای مردم کار کرده است. بر اساس گفته‌های خانواده و برخی همکاران سابقش ماه دکمبر سال 1992 او را از اتوبوس رقم 22 پایتخت افراد ناشناس اجباراً برآورده با همین بنام نشان شده است. خانواده‌اش در دوشنبه میگویند تا هنوز قضیه بنشان شدن او برایشان معلوم نیست. با قول کارشناسان در سالهای جنگ شهروندی در بسر و سامانی‌ها امکان دادخواهی نبود، ولی امروز ضرورت پیش آمده است که قضیه مرگ ژورنالیستان بیشتر تحقیق شود. پیدا کردن و جستجو کردن قاتلان و گناهکاران این وظیفه البته با شرفانه مقامات حفظ حقوق. از آنها خواهش میکنیم ما که همیشه درخواست میکنیم که باید که در این راستا باید یک کارهای خوب را انجام دهند. میربابایف تأکید نمود که در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان روزنامه‌نگاری کاری با شرفانه ولی خطرناک و مشکلی بود. من هر گاهی که از اینجا از خانه من تا همین کمپلکس شرق آزاد اینجا 1 کیلومتر 2 کیلومتر هر روز راه هم رو دیگر کرده می رفتم. از بین خانه از بین کوچه از این وای که هر قدر خاک نصیب بود است زنده ماندیم. آگاهان امور در حال خواستار تحقیق بیشتر پرونده‌های مربوط به قتل ژورنالیستان شدند که دادستانی کلی تاجیکستان این موضوع را شرح نمی‌دهد. در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان نه تنها ژورنالیستان بلکه طبیبان و پژوهشگران، هنرمندان و مفتشان و سیاستمداران نیز به قتل رسانیده شدند.